ببخشید یه تک سوال دارم، شما به روح اعتقاد دارید؟ یعنی چی؟ بنده خواب موثق دیدم، خواب دیدم بنده مردم، روحم اومده دیدن مادر پدرم. اگه بدونی پدر و مادرم چه سوالایی از روح من میکردن، پدرم به من میگه به بقیه روحایی که میان سلام میکنی یا نه؟ سلام سلامتی میاره. به مامانم بهم میگه داشتی میومدی تو خواب ما زیر کتری رو خاموش کردی یا نه؟ تخت خوابت رو مرتب کردی یا نه؟ اگر نکردی کتاب دخترم تخت خوابت رو مرتب کن و بخون از این به بعد درست بیا. میگم مامان جان ما اصلا اونجا تخت نداریم، معلقیم. یعنی ما مثلا هوا یا بابا ما هم قرار دعوا میذاره آقا، میگه این آقای جعفری که تو بانک بود با وام ما موافقت نکرد، یه شب پارچه سفید بنداز رو خودت بریم دم خونه بترسونیش. من روحم تفکیر که نیستم پدر من که. الان بابا میگه شب دیر برنگردی برزخ 8 شدیم اونجا باش. میگم پدر من زمان در برزخ مطرح نیست. میگه ها مطرحش عقبه بکش برو. شما فکر کن پدر من دست روحو تو خواب گاز زد. ازم میپرسید روح مارادونا رو دیدی یا نه؟ عجب چپایی بود. بهش بگو یه شب بیا تو خوابم. یعنی پدر بنده انتظار داره بنده مامانی روح خیلی معمولی برم تو بخش روح هنرمندان چون قطعه اینا جداست. آقای مارادونا رو پیدا کنم به آرژانتینی باش صحبت کنم بگم بیا تو خواب پدر من از استان اصفهان. من بهم میگه سانه تو جا اومده یا نه؟ میگم چی هست؟ میگه یه پلتفرم شبکه خانگی رایگان ثبت نام که کردی بگم علاوه فیلم و سریال دسترسی داری با دوبله خارجی. خودش هم سریال اختصاصی داره، کنکل، کافه ژوله، جزرومن. داشتم درد و دل می‌کردم، گریه می‌کردم، گفتم آقا من چقدر دلم برای شما تنگ شده. پدرم گفت وقت خداحافظی ما می‌خوایم بریم کنکل ببینیم. با بازی صابر اول هانگی توسلی، مهدی فاطر و خیلی دیگه از بازیگرای خوب. تو همین فکر بودم که یه چیز خورد تو سرم. بیدار شدم آقا مادر بنده با نشانه‌گیری 100 از 100 من گفتم بارهای با تیم بسکتبال ازش دعوت کرد که قسمت نشد شرکت بکنم. چنان ضربه زد گفت اگر یک بار دیگه این وسط خوابیدی خودم میکشمت. من که مرده بودم آقا تو منو برگردونی تو این دنیا دوباره منو دمپای تهدید به فوت می‌کنی. خدا رو شکر خواب بود مجید جان. من شما میپرسم شما اخیراً چه خواب عجیب غریبی دیدی؟ برای بنده بنویسید.